به نام خالق هستی. همراهان عزیز سلام. به کانال قصه ها و حکایت های مهتابی خوش آمدید. امشب برایتان یک داستان کوتاه و آموزنده تاریخی تعریف می‌کنم. امیدوارم مورد پسند شما قرار بگیرد. با ما همراه باشید. بهرامشاه یکی از پادشاهان ساسانی ایران روزی همراه یاران خود به شکار رفت. در بین راه هنگامی که گورخری را تعقیب می‌کرد از یاران خود جدا شد. هنگام غروب آفتاب بود و او در بیابان راه را گم کرده بود. از آنجا که بهرامشاه به حس ششم اسب خود اعتماد داشت، افسار اسب را رها کرد تا او را به یک آبادی برساند. اسب و سوار بعد از مدتی راه رفتن به چادری در دل بیابان رسیدند. بهرامشاه بانگ زد که ای اهل منزل، آیا مهمان راه گم کرده را میپذیرید؟ صدای نحیف پیرزنی از داخل چادر آمد که گفت قدم مهمان بر چشم ماست، داخل شو. و بهرام داخل رفت. پیرزن نابینا بود و با دختر و پسرش و چند بز و گوسفند آنجا زندگی میکرد. پیرزن به دخترش گفت قدری شیر بدوش برای مهمان و به پسر هم گفت جای خوابی برایش مهیا کن. بهرام در لباس شکار بود و کسی نمیدانست که او پادشاه است. بهرام شیر را خورد و به جای خواب رفت. همان گونه که دراز کشیده بود و به آسمان نگاه میکرد با خود گفت این عشایر از منابع و طبیعت استفاده میکنند ولی مالیات نمیپردازند. فردا که به قصر رسیدم حتما برایشان مالیات وضع خواهم کرد. صبح شد و همه از خواب برخاستند. پیرزن به دخترش گفت برو شیر بدوش که مهمان ما چاشت بخورد. دختر ظرفی برداشت و رفت تا شیر بدوشد. به پستان هر گوسفندی دست برد، دید شیرش خشکیده. پیش مادرش برگشت و با تعجب به او گفت مادر، هر صبح و شب پستان همه گوسفندان پر از شیر بود ولی حالا همه خشکیده اند. پیرزن گفت دخترم، تعجبی ندارد، حتما پادشاه مملکت برایمان خواب بدی دیده. بهرامشاه که این سخن را شنید با خود گفت من در لباس مبدل و این پیرزن نیز نابیناست و نیت مالیات نیز در دل من و هنوز آن را به زبان نیاورده ام. این پیرزن چه میگوید؟ پرسید مادر، مگر تو پادشاه را میشناسی و یا آن را دیده ای؟ چگونه این حرف را میزنی؟ پیرزن گفت ای غریبه، من تاکنون هیچ پادشاهی را از نزدیک ندیده‌ام، اما به تجربه میدانم که هرگاه پادشاهان بر رعیت ستم کنند، آسمان، زمین، حیوان و گیاه نیز بخیل میشوند. زنان نمیزایند و مردان کار نخواهند کرد و بیماری و خشکسالی سراسر سرزمین را فرا میگیرد. راستی چرا باران نمیبارد؟